درود به یکایک شما بینندگان عزیز. در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شوکت محمد با شما هستم. اینک توجه کنید به سرخط خبرهایی که پیشکش شما می‌گردد. ما در همین سال زمان دشنه و تشنه میگن که گلگل شکوفان دوشنبه. ما گلگل شکوفانی وارا چکار کنم که من دشنه و تشنه فرزنده من دشنه باشم. $10,000 یک معیوب در تاشپرامبانک است، اما خودش و اهل و عائله‌اش گرسنه و سرسان. باور به وعده رئیس جمهور زندگی یک عائله را خراب کرده است. مرافعی دادگاهی غورمرگ هویدا طلازاده به خاطر خطای بیسوادانه مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی شهر کولاب داغتر و پیچیده تر می شود. امام علی رحمان با پسرش رستم امام علی کارخانه همسرش عزیزما رحمانова را افتتاح کردند. مفلس شدن چند بانک و به وعده‌اش وفا نکردن حکومت تاجیکستان انیقترش رئیس جمهور کشور صدها عائله را بدبخت کرده است. هرچند وقتی بانک ها مفلس شده بودند، امام علی رحمان وعده کرد که تا آخرین درم مردم پرداخت خواهد شد. تا حال هزارها نفر پس درهای بانک ها منتظرند تا اقلاً 200 سامانه در روز پول خودشان را باز پس گیرند. یکی از آنهایی که با گذاشتن پولهایش به تاشپرامبانک زندگیش وارونه گشته است، استقامت کننده شهر دوشنبه معیوبی مادرزاد صمدوف میرزاخوجه نرزخوجه‌ایویچ است. میرزاخوجه به پیام گفت به رئیس جمهور امام علی رحمان باور کرده چند خانه را فروخته مبلغ‌های آنها را در بانک پسنداز کرده بود. چون رئیس جمهور در پیامش ماه دکبر سال 2016 دعوت میکرد مبلغ‌های پسنداز خود را در بانک مانید. حالا وضعش تا حد خراب است که میگوید گاه اندیشه خودکشی هم به سرش میآید. صمدوف میگوید به وعده رئیس جمهوری تاجیکستان باور کرده اکنون سرسان و سرگردان مانده اند. شهزاده محمدیه و همسری میرزاخوجه به پیام گفت گرفتن توانستن پسنداز عائله از بانک باعث شده است تحصیل فرزندان عائله یکی در دانشگاه ژاپن و 3 نفر در گیمنازیا قطع گردد. فرزندان در گیمنازیا میخوندن و بهای خوب و اعلا میخوندن. گرفتن فرزندان از سر کردن. از گیمنازیا کپولا در گیمنازیا میخوندن. فرزندان با بهای اعلا میخوندن سرشون کردن. گیمنازیای کپولات همین 82 میکرورایون ده. یک تا فرزندی ما در ژاپن میخونه خوبیش کردن که همون پول بتین ما از ژاپن ما در مکتوب کردن که پول فرزند تو پرداخت کنیم. بردیم در تاشپرامبانک در بانک ملی پیشنهاد کردن ما را پول نمیسیان. همین خیلی حالا منبعد اکاکی نمیدونیم چی کار کنیم با کی مراجعت کنیم. شهنازه محمدیوه در تصدیق این که فرزندانش با بهای اعلی تحصیل میکردند عکس افتخارنامه های پسرانش عزیز و ادریس را به پیام فرستاد. دیده می شود فرزندانش با دانش اعلی و اخلاق نمونوی در گیمنازیا تحصیل می کردند. هر وقتی که پول می پرسیم رنگی که ازدواج میکنن 500 تن 400 تن 200 تن دایا مویا برمیتیان. ما 4 فرزند دارم. به خاطری که بانکروت شده اول 2 سال گفتن ما خیلی 2 سال با یک حال زاری گذراندیم. ما میریم دوام میکنیم میگه قرض کنیم خیلی قرض کردیم خوبیم قرض زیاد شده. قرضدارا به سر ما را هر روز میبیاین که شما اینا پولتون گرفتین خودم پولا برگردونیم و بانک میریم با بانک 1 سال دیگه با دوام داد بانکروتی خطه. نمیدونیم دیگه چی کار کنیم اکا جان. دستگاه گنرال تمام همین مقامات دا ما مراجعت کردیم دو کردیم به خاطری که اینان خوردن موندیم نانی نیافتیم بخوریم قرضداری بسیار شدیم فرزندامون گشنه نون نمیاریم بتیمشون هر وقتی که گم میزنیم با جنجال و با دو بعد 200 متر که شما خودتون اکا جان همه میدونه که نرخ نوای خوردن و خوراکه چخیله مکتب سر شده من همیشه دعوا میکنم دوره میکنم گریه میکنم که پول که این کودکای من در کسا نمونم چگرد نشوم به سواد
نمونم اینا لباس نخریدیم. امروز تگه مکتب سر میشه ما همه این موندیم. شوهر اینا کار کردن نکنه. این ولی تا یکم گروپ من خودم خونشین معلومات عالی ندارم اکا جان. یگان علاج ندارم. بالای همه کار ازدواج میکنن. مدیر مخصوص هر روز قصیص جمع میکنن. شریک و تقدیر شده. خیلی وقتی که پریزیدنت همه گفته که بیارین مبلغای خونه پسنداز کنین. خیلی ما وقت پریزیدنت گوش کردیم و همه چیزی به دزمون فروختیم بودیم در بانک موندیم پسندازمونه. خیلی گفتیم اگه زندگی ما خوب میشه که همه بودشدی ما را گرفتن با ما یک پول نمیتین نام پولی نمیتین. تمام حجت‌های تصدیق کننده که صمدوف میرزاخوجا نرزخوجایویچ در تاجپوران بانک مبلغ دارد دسترسی پیام شده است. شرطنامه، کتابچه امانتی، رسیدها و دیگر حجت‌ها همه تصدیقگر آنند که در حقیقت در تاجپوران بانک میرزاخوجا مبلغ دارد و آن پرداخت نشده است. شاهزاده محمدی و همسر میرزاخوجا میگوید با وجود اینکه در همه جا لاف آبادی گل شکوفی میکنند اما حکومت زورش نمیرسد مبلغ یک معیوب را پردازد. به گفت او تا حال صمدوف ها به دستگاه رئیس جمهور تاجیکستان دادستانی کل بانک ملی مراجعت کردند اما هیچ یک از این نهاد به دادشان نرسیده است. ما در همین سال زمان گشنه و تشنه میگن که گل شکوفان دوشنبه ما گل شکوفانی وارا چکا کنم که من گشنه و تشنه فرزنده من گشنه باشم. خود میرزاخوجا صمدوف به ما نوشت که گاهی حتی برای خرید نان پول نمیابیم. نمیدانیم به فرزندانمان چی دهیم. وقتی به بانک برای پول میرویم بعد نوبت پایی طولانی با تحقیر و بدگویی 200 سامانی میدهند. میرزاخوجا صمدوف میگوید حالا یگانه راهی که فکر میکند کمکش خواهد کرد به دست گرفتن شعار و رفتن به نزد دستگاه رئیس جمهور است. ولی او میداند که این کار را قبلا چند نفر تجربه کرده بودند اما نتیجه نداده است. عبدالسلام سعیدوف که دختر 5 ساله اش هویدا تلازاده سال گذشته به طور وحشیانه در روسیه از جانب کودک آزار سیامین به قتل رسید با یک نامه سرکشاده از هموطنان و از جمله از مسئولین حکومت تاجیکستان رئیس جمهور امامعلی رحمان، رهبر دستگاه رئیس جمهور آزاد رحمان و دادستان کل کشور یوسف رحمان درخواست کمک کرد. حقوق شناس شیرین ابرانووا که این نامه پدر هویدا را در گروه فیسبوکی حقوق انسان نشر کرد به رادیوی پیام گفت که والدان هویدای غورمرگ مدت 1 سال و 1 ماه می شود که سرسان و سرگردان بوده آنها به بیماری دل عصب گرفتار شده‌اند. امکانیت ندارند که حتی فرزند دیگری خردسالشان را که بیماری سخت عصب و معیوب است طبابت کنند. در برابر این مادر مرحوم هویدا با سبب گرانی نرخ بلیط هواپیما نتوانسته است در مرافعه سودی جگربندش هویدا اشتراک نماید. اون کس با من با تلفن برآمد من گفتم که کار کنید میگه که من در روسیه هستم زنم بیمار است در کلوب کسی اهمیت نمیدهد حتی زنم به بیمار خانه ها مراجعت کرد حتی وای چونین بیمار شده است که خود به خود میغلطد همین مادر هویدا بیمار شده است که خود به خود میغلطد شرایطی نداریم و از معاینه های قیمت گذرانیم مثلا توموگرافی خودش بینید چقدر قیمت است همه میگه شرایط نداریم گذرانیم احوال خودم بعد راه برای فشار خونم بلند دلم میزند میگه شرایط ندارم با دکتر روم در روسیه چون که شهروند اینجا نیستم هر یک قدم پول دادم در کار همه خیلی وضعیت و خطی به من مراجعت کرد راستی دلم سوخت با غیر این فرزند معیوب داشتن که امکانیت ندارن که این معیوب طبابت کنن باره به آزاده رحمان مراجعت کرده بودیم موافق قانون که خیلی کمک کنن نمیدونم من این باری دویم است که کمک میخواهد از دولت تاجیکستان ای پیشوای ملت ای آزاده رحمان ای پروکراتور گنرالی چی میخواهد که در مقامات پروکراتور گنرالی شعبه هست که اویدی مهاجرانی که بیرون از وطنن آنها باید کمک کنن چی پرابلمی که مهاجران دارن
خواهد پرابلمای حقوقی است، خواهد پرابلمای مهنتی است، باید که آنها کمک کنند. این حقوق شناس تاجیک به ما گفت که باید از یک گریبان سر برآورده به والدان هویدا کمک کرد. عبدالسلام سیدوف امروز در این سرسانی رنج تنهایی می کشد، تحقیر می شود، عذاب روانی دارد. کلفت بصری این عائله آمده 2 میلیون مهاجر تاجیک در روسیه را نیز تهدید می کند. بنابر در این قضیه نباید بی‌طرف بود. این جبر دیده به همه طرفه محتاج کمک است. محتاج کمک یعنی حقوق شناسانی برجسته تاجیک هم باشند، کمک کنند میخواهد. متاسفانه من خیلی دورم از روسیه، از تاجیکستان دورم. نه در روسیه هستم نه در تاجیکستان هستم. اگر در روسیه می شدم دریغ نمی داشتم کمک رو. باور کنید من به این کس رایگان کمک میکردم. باور کنید در چنین روزی وزنین دستگیری هموطن، انا این خیلی چیزها را اگر شما امکانیت میشد به مردم شریف تاجیکستان یا به مسئولین میفهمونده کمک کنن در این خیلی روزها. دگیر خساوف وکیل دفاعی عبدالسلام سیدوف به پیام گفت که بنابر نداشتن عقد نکاح رسمی در مرافعه سعودی خواستند جبردیده را به مرافعه راه ندهند. وکیلان دفاعی الکساندر سیامین در دادگاه با تکبر حرف میزنند و هیچ گناه این کودک کش را اعتراف نمی کنند. خود سیامین نیز خودش را بیگناه می حسابد. خساوف میگوید مناسبت وکیلان دفاعی سیامین با عبدالسلام و همسر او تحقیرآمیز است و آنها به دادرس میگویند این 2 نفر والدان هویدا نیستند و طلب میکنند عبدالسلام سیدوف و همسرش از پرونده خارج کرده شوند. Адвокаты стороны, я могу тебе сказать, адвокаты стороны Семина вели себя нагло, дерзко, потому что безнаказанность чувствуется, требовали этого Абдусалома, отца, исключить из дела, что он не потерпевший, он вообще не отец, вот так оскорбительно в любом национальном регионе, где мусульмане по башке дали прямо в суде. Но здесь играют все в демократию. И мать тоже говорит, это не мать. В общем, такая глупая позиция. Люди ничего не осознали, ни в чем не раскаялись и раскаиваться не собираются. Эта позиция, конечно, абсолютно непонятна, неприемлемая для нас. Но, учитывая в рамках этого, конечно, эту позицию суд не поддержит. В чем они могут его поддержать? Потому что отцовство Абдусамата уже установлено в ходе следствия. Во-вторых, что мать является действительно матерью, и биологический отец, биологическая мать тоже установлена. Поэтому этот вопрос обсуждению не подлежит. Но, тем не менее, они на этом акцентировали внимание. Им больше по существу преступления им сказать нечего. Они требовали прекращения уголовного дела и освобождения Семина, педофила. Вот такая позиция подлая. خود عبدالسلام سیدوف نیز این را به رادیوی پیام تصدیق کرد و گفت که هرچند نکاح رسمی ندارند در حجت ها نسب هویدا با نسب او آمده است ولی با خطای. اینجا باید یک نکته را ذکر کرد که مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی شهر کولاب که شهادتنامه تولد هویدا طلازاده را داده است، در شهادتنامه نام نسب کودک را تماما بی‌سوادانه درج کرده است. در جایی که نام و نسب پدر و مادر را می نویسند، نام و نسب عبدالسلام سیدوف طلازاده سعید آمده است، حالان که سعید نه نام عبدالسلام است نه نام پدرش، بلکه نسب عبدالسلام با نام بابایش یعنی سیدوف است. در شهادتنامه تولد هویدا باشد به جای نام پدر کودک نام بابا کلان کودک نوشته شده است. این چه شرمندگی است! سواد نداری، به جای آن که روزی یک شهروند را سیاه کنی برو از یک شخص صاحب تجربه آخر بپرس. مگر یک مسئول مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی تا این حد بی‌سوادانه به خطا راه می‌دهد؟ کی مردم از دست شما کورسوادان نجات می‌یابد؟ این چه بیدادی است؟
علاوه بر این یک شهروند تا این حد تحقیر می شود که جبردیده را نمی خواهند به مرافع راه دهند. بر ضمن این قاتل فرزندش کودک آزار وحشی کوشش دارد بی جزا ماند. مراجعت من به مسئولین از رئیس جمهور تا آخرین مسئولی که مسئولیت این همه تحقیر شوی و رنج کلفت ها بر دوش شماست این است که نهایت به خدای دو یک بار انسان بودن خود را به یاد آورید. اقلا مسئله حجت کمک کنید. چیزی که از دستتون می آید و خطای این حجت گندیده خودتان است. ثانیاً محترم هموطنان و خصوصاً مهاجران گرامی، این روز در سر هر یکی ما هست. بی‌طرف نباشید. حجم استحصال محصولات صناعتی در تاجیکستان به سر اهالی در 7 ماه سال جاری کم بیشتر از 1526 سامانه را تشکیل داده است. با وجود اینکه این نشان دهنده یکی از کمترین ها در جهان است، بیشتری محصولات بدون کارکرد به خارج صادرات می شود. این و چند خبر دیگر در گزارش همکارمان صفیه واحدآور. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان همراه با پسرش شهرداری دوشنبه رستم امامعلی امروز 27 آگوست در کوچه تهرانی دوشنبه در افتتاح کارخانه زری تاجیکی جمعیت سهامی گشاده روشن شرکت کرد. طبق اطلاع دفتر رئیس جمهور، کارگاه زری تاجیک در مساحت 1420 متر مربع ساخته شده است. کارگاه از 5 سیخ از جمله مکانیکی، برقی، ریختگری، زرحالدهی، رسامی و دیزاینری، بست و بند و زرگری عبارت است و فعلا 50 نفر به کار دائمی جلب گردیدند و معاش کارگران از 1500 تا 3000 سومانی پرداخت کرده می شود. در کارگاه اساساً استحصال محصولات نهایی از طلای نقره، لاتون، سنگ‌های گوناگون قیمت بها که از کان‌های کوه‌ای از جهت کندنی‌های فایده‌ناک با تاجیکستان دسترس کرده می شود به راه مانده شده است. در اینجا برابر محصولات تیاری آرایشی برای زنان و بانوان، همچنین در اساس فرمایش میزاجان استحصال هیکلچه‌های گوناگون، نشانهای سریسینگی، اشیای روزگار و یک قطار محصولات دیگری زرگری با استفاده از نقش و نگار خاص ملی آماده کرده می شود. طبق اطلاع منبع پیام، سهم اساسی در جمعیت سهامی گشاده روشن به همسر رئیس جمهور عزیزما رحمان و تعلق دارد. عزیزما رحمان و کل بیزنس طلا، صادرات و واردات آن را نظارت می کند. حجم استحصال محصولات صنعتی در تاجیکستان به سر اهالی در 7 ماه سال جاری کمی بیشتر از 1526 سامانی را تشکیل داده است. با وجود اینکه این نشان دهنده یکی از کمترین ها در جهان است، بیشتری محصولات بدون کارکرد به خارج صادرات می شوند. در مدت ذکر شده حجم استحصال محصولات صنعتی کمی بیشتر از 14 میلیارد سومانی، حدود 1 میلیارد و 400 میلیون دلار را تشکیل داده است. شمار اهالی تاجیکستان باشد در این مدت به 9 میلیون و 212 و از 100 هزار رسیده است. در نتیجه حجم محصولات صنعتی استحصال شده به سر هر نفر از اهالی کشور 1526 سومانی یا خود $157 را تشکیل داده است. طبق آمار از محصولات صنعتی به خارج از کشور اساساً آلومینی، سمنت، معدن‌ها و کنسنترات‌ها، سنگ‌های قیمت‌بها، محصولات نساجی و غیره صادرات می‌شود. قریب همه محصولات ذکر شده در شکل محصولات خام و بدون کارکرد صادر می‌شوند. قسم اساسی این محصولات بعد کارکرد اولین یعنی برای کارکرد من بعد به خارج فرستاده می‌شوند. استحصال محصولات صنعتی تاجیکستان نه تنها اساساً محصولات خام و بدون کارکرد است، بلکه یکی از پایان‌ترین نشان دهنده در جهان را دارد. برای مثال استحصال محصولات صنعتی در ایران به سر اهالی حدود $7000، قریب 50 برابر بیشتر از تاجیکستان و در مصر باشد $4600، 30 برابر بیشتر از تاجیکستان است. مجمع استحصالی تالکو گولد میتواند کلانترین شرکت آید به استحصال سرمه در آسیای میانه شود. اما این شرکت مشترک بوده نیمی سهمیه‌هایش به جمهوری چین تعلق دارد. طور رهبر دپارتمنت اطلاعاتی شرکت تالکو ایگور ستاروف به رسانه‌ها اطلاع داده است حجم عمومی سرمایه‌گذاری تالکو گولد $200 میلیون را تشکیل می‌کند. این شرکت در زمینه معدن کانی کنچوچ که عبارت از 3 قطعه یعنی چولبویی، کنچوچ و شهکان می باشد ساخته و استفاده داده می شود.
در این کنج ذخیره 5 عنصر کیمیایی از جمله طلا، سرمه، نقره، سیماب و فلوارید به توازن ذخیره‌های دولتی گذاشته شدند. تخمین می رود که این شرکت کلانترین کارخانه استحصال کننده سرمه در آسیای میانه به حساب می رود. از روی حساب پیشکی بعدی به استفاده دادن شرکت استحصال طلا در آن 2 تن و 200 کیلوگرم، سرمه 15,000 تن و سیماب 6,000 تن را تشکیل می دهد. از روی معلومات رسانه‌های جهانی 2-3 سال پیش تاجیکستان در جهان از روی استخراج سرمه بعد از خیتای، روسیه و بولیویا در جای 4 قرار داشت. با همین برنامه امروزی تحلیلی پیام نیوز به نهایت خود رسید. امیدوارم برنامه‌های رادیویی ما و مطلب‌های ما را پیگیری می‌کنید. هر کی آماده همکاری با ماست و شاهدی حادثه و رویدادی می‌شود، لطفاً به رقمی که در نوار می‌بینید زود تماس بگیرید. در حالتی به ما رسانیدن معلومات مهم، مخفی نگاه داشتن حیثیت شما کفالت داده می‌شود. در حفظ الله بمانید. خیر تا روز دیگر.